دوستان عزیز، من خیلی شادم که شما را میبینم. بسیار خرسندم که امروز شما مرا گوش میکنید. شاید که من شما را سوال تیم، شاید شما سوال تیم. خلاصه صحبت روبرو. من اصلانشو رحمت الله، سال تولدم 1954 23 سپتامبر در قشلاق پوشیان پایان گفتنی جا تولد شدم. در وقتی که من در همان قشلاق به دنیا آمدم نوری الکتریکی نبود. گویم که در نزد چراغ تولد شدم. 3 ساله بودم. کینو آوردن همون دهبه. تمام قشلاقی ها جمع شدن. بالای علفاده میشینن، یکم چوب چده میشینن، بالای جمعه کشانده. خلاصه یک بگاهی بود. یک باره همین کینوی سر کردن. یک چیز در گرفت، خاص شد. موسیقی در درون یک لطه سفید همین آدما پیدا شدن. شمشیرها در دست این طرف میزنن اون طرف میزنن، میدون میپرن. من فقط در همون فکر بودم که همینا از کجا پیدا میشده باشن. خلاصه ایستا ایستا تگ همون پرده رفتم، بینم پشت پرده به هیچ کن نیست. در همون درون پرده همه نمایانو با پدر مادرم گفتم ولی من کلان شم درون این نمیده میدرم. تو همه کارای دستت میایی میدرای خب که تماشا کن. خلاصه به همین قصه همون اولینی با کینو و خوردن هم همین بود. رادیو پیدا شد، سویت آوردن، رادیو پیدا شد. انا از درون رادیو گپ میزنن، من باشم اونجا و یک لامپچکه دارد سرد میشود، سرخ میشود. من گمان میکنم که همون آدمو در همون درونن، کسی که گپ میزند. روزی دراز عذاب من همین بود که کی اینوی من میدیده باشم. بعد آهسته آهسته کینو بازی سر کردم. برای خودم کینو میگرفتم، گمان میکردم که هر از کجایی من به نوار میگیرن. اسکر بازی میکردم، هر وقت گمان میکردم که همینه بعد نشان میتینده در همون پرده سفید، شاید که من هم نشان تیم. بعد 3 سالگی با کلوب کچیدیم. انا قصه منو تاجینیسو سر شد. همسایه من تاجینیسو سعید بود. 3 ساله بودیم. با هم دیگر بازی میکردیم، شوخی ها میکردیم. شب روز یک جا بودیم. این کس دوگانه اپاهم بودن، خمرینیسو و حقیقه. سیومش تاجینیسو بود. روزی نبود که ما یک جا نباشیم. الکی مکتب رفتم که من به هوسکارو تکلیف کردن. 1-2 هنرم دیدن در گرفتن. خیلی مجبور معقول شده است مردم با میبروی محلی ما میبرورند. گیر رقص کن، گیر سرود خون، صحنه‌چه بازی کن. سالو گذاشتن، خیلی صحنه ها بازی میکردیم. لیکن آرزوی هنرمند شدن نداشتم. من گمان میکردم از همه کسب وزمین همین است. بهترش من کیهان نورد میشوم. اولین همون سال 61 وقتی که گاگارین پرواز کرد، من گفتم گاگارین تاجیک من باید شوم. بنابر همین شب روز مشق میکردم. من امکان که همشون پهلوان بودن و آدمای گوشتینگیر بودن و اون من یک اولاد هم با مشق مشغول بودن. من برده بالای مد پرت افتن. خودم من همین قدرک مجبور بودم که همونوی خانه گردانم و مشق کنم. و بعد میگفتن انا کسب منف میشی، تو به این کسب در کار تو باید که جسمانم با قوت باشی. چقدری که مشق نمیکردم هیچ تن توش نمیگرفتم. درون در میگرفت، درون علاب خودم این قدرک. بعد هر وقت میگفتم این چوبه گفت در یک
یک آدمی کلانه در درون یک کودک جو کردیم. این چهل میشود. من باید دوام پرم، من باید جوسه هم کلان باشد. لیکن جوسه میدگی میکرد نسبت به اون غیرتی که من داشتم. چی گویم؟ بدنم تنگی میکرد برای من. همینش یاد دارم. خلاصه سیمفوی 7 بودم. بعد همراه مادر کلانم مسکو رفتیم. اون کس من همه وقت می بردند. کمی که کجایی که مجلس میشد چی میشد، مادرم کارگر دولتی که بودن، کلخاز به کلخاز، ریان به ریان، شهر به شهر میگشتن. لیکن من گویم اکو همراهش همه وقت. همین خیل شدم مسکو بردن. یکی مهمانو اومدن، کینماتوگرافیستای توجیک اومدن، در همون مهمانخانه روسیه با خوردیم. با مادرم تکلیف نامه دادن، گفتن که انا فستیوال عمومی جهانی است در قصر سیست به کرمل. مادرم گفتن فرزندم ما بریدو، من اکو مجلسو دارم. منو بردند به همون فستیوال. یگانه شخصی که شناختم راج کپور بود. با همون لباسه هاشو شناختم. من گفتم برادیاگا. های دیگروش هم میشناسم، ولی جوانم، بچه صنف 6 به 7. در همون فستیوال سیوم چهارم سریای جنگ و صلح سرگئی فیودورویچ نشان میدادن، بندرچوکا. یک بینم صحنه ده یک مردی برآمد، سفید پوشیدگی، سیلیندر در سر، تیغچه در دست، عینک در چشم، برآمد پیش از همین فیلم چنان گپ‌های عجایب و غرایب زد که من وای گوش کردم. چی گویم؟ با گیمناز افتیدم ده. در حیرت افتیدم که خیلی این آواز بین، این گپزنی بین، من قایل کرد. خود به خود همونجا گفتم ای اکتور شوی، انم خیلی اکتور باشی. اکو من کاری تقدیرم میگم. شما به خاطر گرفتن در 3 سالگیم چیه دیدم؟ پرده دیدم. گفتم که در همین پرده منم میدارم. در صنف 6 میگویم دیدم بندرچوکا، گفتم که اکتور باشی، انم خیلی اکتور شوی. در فرمان دادم که همین منبع درباره همین آدم معلومات ها فرستید. براشور کار روان کردن، درباره بندرچوک خواندم. فهمیدم که سرگئی فیودورویچ در وگیک خوانده بوده است. من همین قدرش میدونم، وگیکش جای کینا. انم اونجا میرم میخوانم. من از کجا میدونستم که آخه در یک جا برای اکتیورو 3000 آدم، انا 10 نفر میگیرد، سری هر یک آدم 3000 آدم امتحان میسپرد که همون جویا گیرد. من این نشه نمیدونستم. یگانه همین میدونستم که من باید در همون جایی که همین شخص خوانده است خوانم. از صنف 9 علاقه تئاتر خودم ساخته بودم در مکتب. پیس های ادنا اکتی میموندیم، یک اکتا میموندیم، با کلخوزا میرفتیم، برآمد میکردیم، بین دیگر مکتبا برآمد میکردیم. خلاصه در همون شهر کولاب و گرد و اطرافش نامدار شده بودیم. باید صنف 10 تمام میکردم. یک وقت توجی نیسا دوید آمد و گفت که تو میدونی که وگیک ده، همون جایی که ما باید خوانیم، Всесоюзный государственный институт кинематографии، анамунجا توجیکای قبول میکنن. در حجتای تیار کردیم. توجی نیسا قطعی برده در همون کیناستودیا سپوریدیم. از مسکو آمدن، امتحان گرفتن. خیلی بودن، یک 800-900 نفر آدم بود. 45 نفر را انتخاب کردن. در بین همونا من و توجی نیسا هم بودیم. در سمالیات بور کردن، بردن مسکو وگیک. در وگیک
اکو میپرسن کی میدارد کی اول باید درود یگام تا اینو جرئت نمیکنن که درآیند من که بی‌طاقت بودم یک گفتم من میدارم همین خیل در کشم همون آدمی که من در همون چی دیده بودم رو پروی من شکست سرگی فیودورویچ بندرچوک گفتم من همین کس به امتحان میسپرده دستم ده همون آدمی را که من در اونجا دیده بودم و برای همین شخص شده آرزو کردم که من همین کینه اکتیور میشوم انا اکو استادی من شده ولی استادم نبود و اکو امتحان از من قبول میکرد گفت شعر خوان شعر میدونی بعد یک شعری تاجیکی خواندم یک بلند خواندم اون وقت ما دیکلاماتیا میخوندیم پاتریوت بودیم اینجا گفت که شعر خوان منم همی برآمدم چنان داد زدم که سرگئی فیودورویچ قطی ایرینا کنستانتینونا سکوپسکا گوشوی زیر کردن بعد سرگئی فیودورویچ گفت که بس گفت اکو گفت روسی میدونی من میدونم پیشکی تیار کرده بودیم گفتم میدونم گفت کنی روسی خون من که همین شعر روسی همراه اولیم تولایف گفتنی استودنت وگیک بودن از تاجیکستان دوستی نزدیک برادران بود همسایگی داشتیم و هم فهمیده بود که من باید که وگیک روم من تیار کرده بود به زبان روسی خیلی خواندن چنان خواندم که بندرچوک در حیرت افتید بعد گفت گوش کن چی بود تو به زبان تاجیکی قدر داد زدی و به زبان روسی قدر نغز میخونی گفتم اکو من باید که امتحان نسپرم یک کاری کنم که امتحان نسپرم آخه من گفتم ما در کوهستان زندگی میکنیم همه خیلی گفتم اما در کوهستان گفتن تصور کنید تماشابین ما اون طرف تپه باشتگی ما در این طرف تپه اینجا گفتم با آواز پس خواندن نمیشد برای همه ما بلند میخونیم چوا که تاجیکی روسی ده این خیلی چی خوندی رو پروی من شدید روسی ده بلند گپ نمیزنن که بندرچوک فورید این گپای من بعد گفت که خیلی مایلش گفت همین من بگوی که تو چخیل اکتیور شدنی کدام نمودی اکتیور شدنی من گفتم تراگیک گفتم خیلی خودم این قدرک لباس پدرم پوشیدم که کلانتر توام اون وقتا نیلون نوی کرده بود که همون نیلون نوی کرده را پوشیدم تا اینجا توپ دادم تا اینجا رو آوردم این چیش درزش تا اینجا خیلی همی گردن نشینه اینجا با آنمی خیلی استودگی نگن که مایده که نگن که خورسال میتوه همون ایستادم اگه بندرچوک هم این قلیقای من دیده در تگ دیلش فهمیده است از که درد دیل من فهمیده است از که این از مجبوری من همین کار کردگی که داخل شوم گفته تراگی گفته بودم که یکی عینکش از چشمش افتید و خندیدم زیبا میخندید معلمم اویلهشون ایرینا کنستانتینونا سکوپسکا و یو هم خندیدن خیلی ملش گفتن راو میبینیم کنی از تو خیلی تراگیک میبرد همین خیلی اولین بندرچوک هم گویم کرسی اول گرفته بود همین تاجیکا بودن همچون استاد کرسی اولش ما بودیم من یکم در اومدم امتحانی سرگئی فیودورویچ بندرچوک با آقای 5 دادن خیلی داخل شدیم تاجینیسا هم گذشت از بین 45 نفر اول 6 نفری مویا گرفتن 3 دختر و 3 پسر بعد نماینده های تاجیکستان حبیب الله عبدالرزاق و طاهر صابر رو شکایت کردن گفتن آخه ما 6 نفر برده در اونجا 6 کینه اکتیور این کمی میکند اقلا زیادتر کنید که وای متخصص ما زیادتر باشن
یک چیز دیگه گویم که تا همون دم اکتورهایی که در کینو اشتراک میکردند همهشون اکتورهای تئاتر بودند، تئاتری از تئاتر میگرفتند، متخصصان کینو نبود. همچون که ساحه کینو خواندگی همچون اکتور اولین مرتبه ما رفتیم یکمین کینماتوگرافیستوی گویم دیپلمداری تاجیک شدیم، داخل شدیم، خواندیم، معلومات گرفتیم. انا در وگیگ ما ارکترین دانشجویان وگیگ ما بودیم، چون که استاد ما آدمی جهانی بود. در جهان اگر یک چند صنعتکار را میشناختن، مثل کینماتوگرافیست هم میشناختن جهان ده، یکی از آنها اولین آنها سرگئی فیودویچ بندرچوک بود. در وگیگ فخر بود که چنین آدم درس میتید. ما از حساب همین شاگردای بندرچوک که بودیم ما هم میگفتم بندرچوچاتا. ارکگی ما خیلی زیاد بود. ما یک گسیل کردن تاجیکستان. ما با امیدی که در کیناستودیو جویمون تیار کردن، اکو کینو با کینو میگردیم، فیلم با فیلم سیامکا کرده میگردیم. آمدیم کیناستودیو آماده قبول کردن ما نداشت. سببش نمیدونم چی. خلاصه گفت که اینو یا در یگان تئاتر جا کنید. انا بعد این ما در همون فیلممون گرفتنشون میگیریم، هیچ گپ نه، در تئاتر کار کنن. ما یا با تئاتر لوتی در تئاتر لوتی جو کردن. یک باری وزنین در گردن تئاتر لوتی محمود جان واحد دوستی نزدیکم شده بود. خلاصه دوستی میکردیم و من همین مدت 3 سال یگام در سپیکتاکل بازی نمیکردم، فقط میرفتم در کینو اشتراک میکردم. اینجا می اومدم یک تا تیاقه میدادن، میگفتن که انا اینجا پشت تگردون مردم نبیند. سپیکتاکل های کلاسیکی میرفت، من در صحنه های عمومی. بعد مجلس شد محمود جان واحد یک بار خیست و گفت ای مردم، ای رژیسورا، یک بار به همین بچه هم نظر کنین، پشیمان نمیشین، همین نگیرین، این یک علاو است، یک آتش است. آهسته آهسته همون در سپیکتاکل های تورخان احمدخان او به من اجازت میداد که یک صحنه مونم، 2 صحنه مونم در همون سپیکتاکلش. آهسته آهسته همین کار رژیسوری هم من مثال ترقی دادم. پیش راه هم اکای تورخان شد، اجازت میداد تکون همین کارا. بعد موندیم سپیکتاکلی پرواز سبزه بنازه، من بودم رژیسورش. همون آدمایی که من با نیکی کرده بودن و چی کرده بودن همشون جیغ زدم در همون سپیکتاکل خودم. لیکن سالهای 90 همین اکای عبیدالله آمد، من با گفت که گوش کن بچه برادر، من یک تئاتر مینیاتور ساختم. گفتم اکای عبیدالله من حوزی باید یک قوت خودم سنجم که با همچون رژیسور باید چیکار ارزنده هم. اگر من همین تئاتر لوتی قویل کرده تونم، من میتونم که بعد بیام شما با کمک رسونم، نه اینکه یک دردی سر شوم. هاشم رحیم دوستم زنگ زدن گفتن تو مرد هستی یا نه؟ کجا به من نامردی کردم در زندگی؟ کجا باید تو دیدی که من نامردی کردم؟ چه نامردی نکردی؟ وای عبیدالله رجب به وعده داده بودی که 3 سال پس اومده تئاتر مینیاتور نزدت می بیام، وعده داده بودی. خلاصه در غرورم زد و همون شب
خواستم رفتم نه خانه اکای عبیدالله، گفتم اکای عبیدالله من تیار بیام، تو 10% تیار باشی من 90% تیار بیا. استاد شما گفته میتواند که برای هنرمند از همه مقدسترین چیز در ایجاد چی بوده میتواند؟ شهرت او، آیا دوستداری مخلصان و مردم و یا یگان چیز دیگر؟ برای هنرمند من همه خیلی میدونم، این فکری من. هنرمند اولی که چطوری که استادم گفته است سرگی پیوتش بندرچوک، این انتظام است. هنرمند انتظام نداشته باشد به هنر میماند. این اولین است. انا بعد هاچ خیلی میگن همون مهارتی که خدا داد، لیکن همه این به مهنت نمیشه. هنر مهنت زیادی رو طلب میکند. شخصا برای من راستی گپ گویم، شهرت در این برو ما فکر کردگی نیستم. یگانه مقصد خودم گذاشتم که من باید همین نقشم به درجه بازی کنم که دیگر کس تکرار کردن نتواند. این باید از آن من باشد. اونجا زحمت زیاد طلب میکند. وقتی که به نمایش میگذاری، انا اکو برای من خطرش چی بود؟ برای من خطرش همون بود که اگر از حد زیاد من تعریف کنن. برای چی؟ وقتی که بسیار به تماشابینان معقول میشود میلیون ها بازی کردی، انا نقشی بهترین همین شخص بازی کرده است، دیگر اکتورها نمیدونم، من ترس میگرفت. ای خدا میگفتم انا اکو این نقش من بازی کردم، به دل تماشابین جاش شد. در آینده من چیکار میکنم؟ آیا همین طور بلندتر بازی کردم میتونم یا نه؟ یک عمر خود به خود مبارزه بردم که نقش هایم مثال اینش از اینش فرق کند و بهتر باشد که تماشابین به من نگوید که ای با همون تکراری کردگی جانا. از همین گپ بسیار میترسیدم که شهرت ندیده باشم. من چه خیلی که خودم هم میدونم، همون خیلی من نمیفهمم. استاد عزیز، حاضر ما چون از شهرت صحبت کردیم، درباره شهرت من میدونم که شما شهرت پرست نیستین و از قفای شهرت هیچ وقت ندویدین، لیکن سبب همین از قفای شهرت ندویدن ها و شهرت پرست نبودن شما یک سبب داره و ایرا من البته میدونم، میخوام به دیگران برسونه که همون کرتا و ونا افتاوزه نقل میکردی. درباره شهرت خلاصه از مسکو اومدم و در کینو بازی میکنم، در تئاتر نقشای اساسی را بازی میکنم. هیچ نیست، مخلص نیست، همه مخلص دارن، ما بی مخلص. بعد این کسایی که در تلویزیونی برآمد میکردن گفتن که یک بار در تلویزیون بازی که انا شهرت هم میبینی، اینم هیچی نمیکنی، علاقه مردم تو قبول میکنن. خلاصه یک پیسه گرفتن، خروش خوجند، بعد صحنه خلقی در کار بود، بوسمچی رو در کار بودن. مرا گفتن که بوسمچی را بازی میکنی. یک دهقانه سلام بستن، ریشم کردن، همین بچه 20 چند ساله ریشی فرشم کردن، همین پوشاندن و گفتن که در موبایل نیست. یک موبایل به ایستودم، همون من بر اینو جمع شدگی و 2-3 تیر زدن، گفته که تمام میافتین. همین 3-4 تیر زدن ما خودم اون پرت افتیم، من از همه پایان افتیدم. یکم در آمدم، همه اول رو پوشم کردن. اکو تلویزیون در انتظارم چه خیلی بازی کرده باشم، چه خیلی.
خیلی تلویزیون چه قدرتی داره که اینم یک بار میبروی یک نامدار میشه. خلاصه همون خروش چیه نشون دادن همین نگاه میکنم همون از روی سلام رومم نمیفهم کدامش من یک پلاسه پوشیدگی همیته من هم موبایل چونده یک وقت بینم که تراب شد و خیلی کجایی ده یک خودم شناختم که هم خیلی شد دستم گم شد تمام نیست رولی من به همین تمام دیگر رو ساعتاش قطعی بازی کرده استن بعد هولی بیستیم بعد پگشت یک مایکای تنیس داشتم مایکای پوشیدم بروکا پوشیدم فاسون کردم که اکما بود و اک در تلویزیون برآمدم مردم میشناسم آخه برآمدم همین قدی کوچه میبرم همین دو دخترم که برین توفه برین همین دیدن من فوجیه بازی کردم اینو میخندم او طرفتر میرم دو سه کس گشته که قفوشون نگاه میکنه میگن من اوه سو تاثیر کرده مردم با بسیار تاثیر کرده است ترالیبوس دا میرم ترالیبوس نزدی اولی ترالیبوس شده شدگینی مردم من هم خیلی نگاه دارن میگم هیچی نمیدست این که جانکنی میکنی در کینو میبروی در سحنه میبروی هیچ کده در کار ای را بینی من دستی خدمت نشناختم ایو مرا میشناسم آخ خدا بعد خیسه را گوش کنی نکر مجبورم کردین بعد ترالیبوس در اومدم اون وقتو کمپوس میکردن میدونی نه که کمپوس میکردن این کلانسولو چیپتا میکردن همون راستی همون بایستودم همین خیل کده این خیل میکند همینه کمپوس کنید من نگاه میکنم چهرهایی همین خیل شده توبه همین قدر میگذاشتم همین 5 ایستگاه میرفتم یک کس رو من نگاه نمیکرد ای تقدیر بینی یک اپیزود ده ای بینی همه مرا نگاه دارن بعد اومدم در همین پیشی چون رسیدیم که یک ایستگاه دیگه مونده دو دختر همینه کمپوس میکردید گفتم من گفتم حاضر همین میگو چی کنم همین خیلی نگاه میکنم اینه خیلی هست من همون مایکه را چپا پوشیدم بعد او دورو همین چیش تاگش میدوختیمش که بچه نیتانه منشوه خیلی پلاسه آیجا برامدگی کافی دست واری چپانه از همون وقت دو درو شما درباره شهرت چی گفت زده همون وقت یکم کسایی یکی ما بود تبسم کنه سلام ده بگم من خیلی میشم استاد عزیز با فکر شما چرا سالهاست که هنرمندان همسال شما یا حجوینگاران حرفه‌ای کم بروی صحنه میبرند یا تماما نمیبرویند؟ اکو دو در هر کس یک دوره خودش دارد هر قهرمان هر یک وقت قهرمان‌های خود را پیدا میکند آنانی که کردند مهنت کردند زحمت کشیدن در دوره خودشان همین اکتیوروی من فهمیدم سین سال مایه در نظر داریدم که کم برآمد میکنه بعد بینید که این پیشنهادی رژیسورو باید باشد مثال اکتیوری کلانسول هم میبوزد همین خیلی است اگه در تئاتر جوان کرده میشد مویا گریم کتی جوان میکنی چی میکنی لیکن در روی کینو این دروغ میبرد همین گپا گفتی یک چیز به یادم زد در فیلم کی دیده است خوابی همدونه رومی شوازی دیدگی هستین همین فیلم فستیوال بردن خارجی بعد یکی از اعضای جوری گفته است همین اکتیوراتون منک نقص بازی کرده است سوز بازی کرده است لیکن همین یک اکتیوری کلانسول نیفتین که همین بچه جوان گرفتین ریش کردین فش کردین برآوردین
بعد رومیش از این بوده این اکتوری جوانمون 60 ساله کمیسی هیجوش برآمدگی رفتگی بعد همین دیگر کمیسیگی نکرده است. استاد عزیز من میخواستم که یک چند قصه از فیلم گراگان نقل کنید که هنگامی تماشای فیلم آیا مادرتان برای شما غم و غصه خوردن برای کشته شدن شما؟ من رول پلیمیوتیکا می‌بازیدم فهمیدم رحمت به یادم آمد. خلاصه همین نقش بازی کردم در فیلم گراگان. بعد کلوب رفتیم مادرم گفتم که اوچه انا در کامسامولسکی کیناتیاتر کامسامول فیلم مرا نشون دادستان میریم برام تو تماشا کنیم. خیلی مادر گرفته بردم در مابین کشناندم مردم بسیار تماشا رفته است. همین لحظه ایش آمد که من پراندن در پیشونیم یک تیر زدن من هم تو افتیدم یکی مادرم بچه ما کشتن تمام تماشابینو هم تماشای مونده فقط هم نگاه دارن کی این گپا گفته است او باشه بچه ما کشتن گفتم موچه بچه تا نکشتن اینه در پیش چتگی من نقش بازی که دستم مرا کشتگی نیستن اتخاب که بچه ما کشتن همیشه یاد دارم. در دامن کودکی یا که نورسی یا تا این دمی که شما در نقش ها در بازی کردید یعنی که کدام لحظه فراموش نشونده است که از جهت رول منفی یا مثبت بازی کردن شما را به هیجان یا که خنده‌آور است در نظر شما تا حالا؟ اگه خنده‌آور را شنا میدونم من لحظه‌های خیلی زیادی دارم. هر یک فیلمم یک لحظه های عجیب و غریب خودش دارد. این مثال بازی تبسم کرد من در به یادم زد فراموش نشونده. این نقله همه وقت میکنم و اکو با برای شما علایده. من مراد ابو علی در فیلم آواره‌گردان دوست بازی میکردیم ده دوستای نزدیک بودیم یک دیگر در کمک میرسوندیم و عبیدالله رجب غارت میکردیم. خلاصه دوره وزنین بود دو تا مرغ آوردند و بعد یونس یوسف گفت که یک تاشا میخرید یک تای دیگه چه بعدی که نوا را بود کردیم همراه گروه یک جای میخریم. اکو ابو شاگردی من اینه تربیه کرده استم که چخل همچو اکتور باید رفتار کند. انمی حالتایی که مثال در همه حالتی که حاضر هست و گفتم ابو لبای بود من گفتم تو میدونی گفتم که اکو خیلی مایلش اکای عبیدالله برای ما آدمی نزدیک آدمی چیو لیکن در نقش این دشمنی ما اینم چشموش الان چخیل از دستی همین نوع ما آواره‌گر چیدگیم از دستی همین نوع ما جبرا دیدگیم ما این نوع نقض نمیبینیم. بعد گفت ابو گفت بعد چیکو کردن در کار؟ تو خوردن در کار همین فیلم همین بنوار گفتن در خوردن اثر کردن در کار که یک اینمی قصدقانش نمونه. خیلی این بچه دلش صاف و من اعتقاد داره باوری داره که خیلی استاد گفت یعنی همین خیلی شدن در کار. دو کسه همین مطار سر کردیم گفته بودن که هم باور کنید تا ستاپ گفتن نشه هپ یک استقانی خالی نمونده است. بعد میگرده یونس میگه این شما چیکو کردین؟ چیکو کردین؟ او وای اولی دوام داره
گفتم دوام دور آخی وای دیمشه بیار به خاطر همون دیمش شده دیمش آوردن ما دو کس زدیم شکم سر و بعدلا رجب میبینی قرطقش میره و بالا میفرویه پایا این خیلی قصه بسیارن بچه جان. استاد خوش آمدین. من افتخار میکنم که چی میگن دعوای شاگردی شما دارم، شاگرد شما هستم. استاد از چی در فعالیت ایجادیتان در زندگی از چی پشیمانین؟ از چی راضی نیستین و از چی راضی هستین؟ او میگن که اول ببین جای خود بعد میمون پای خود. من هیچ وقت هوایی پایم موندگی نیستم که بعد در آینده پشیمان شوم. من همه وقت مقصد گذاشتم که انمین قدر در وقت از اینجا تو انمینجا من باید همین کار کنم. بعد از اینش مثلا این قدر سال این کار اجرا کنم. همه اینه من متدیش نکار کردگیم. بنابراین گویم که یکم کار در من پشیمان شده باشم، اگر خطا کرده باشم افتیده باشم گفتم که گناه خودت برادر نتونستی، لیکن پشیمانی را به گردن نگرفتم. راضی از اون هستم که همین کسب خودم من نفروختم، هیچ وقت خیانت نکردم. اگه اصلا شو یک کیسه کردن مثلا مرده بو میگردم اصلا شو گشتی موتور گفت یونس یوسفوف اوسپید نکرد همین کار شد. ما مرغ خوردیم وقت وای اومد بسری ما دوزد چی میگه حوالی خورد. این کار شدگی بود، این خیلی کار شدگی بود. بعد خودش خوردک دگرد این بوده کار. بعد دیم که ما اکاس ناشرا یک مرتبه وو خوردم میدونستم آرزو میکردم خشم صحبت کنم ببینم از بین همین خیبت که وقتی یک هنرمند میدیدی همون وقت رفته قشلو دو وصل میکردی که دیهدکی من دیدم با صحبت کردم باور نمیکردن. ما همراه استاد بالا رجب از تئاتر برگه از ساختمان تئاتر اون وقت بود در نزدیک چایخونه راحت بخوردیم. وقتی یک یادی است نشد یک تا ولسفه داشتم دو نفر ولسفه‌رانی هنر شناخته تاجیک بودن محمود طاهری و اصلش رحمت الله که بی ولسفه نمیگشتن. خب من جا وو خوردم بعد همین گپ گفت که اصلا شو شو روز شد باید میگدی باید ولسفه تو تئاتر بیام موشی میگیریم بتیم تا اگه اصلا شو یک عده دارم بعد یک کیلو سرابی بهشت اینش رو گفتن امانت یونس یوسفوف استاد ما رئیسور همین خیلی که همه خفه شد وقتی اگه خفه میشن در دفیل و میکشن کسی ده همین خیلی مرا پروندن این به خبر بعد چی مرا پروندن نیک هیچ ممکنه که ولی پیشو کارو موندگی کاری کده با اینا مرا زنده کردن همین خیلی بود اصلا شو چی زنده کردن اگه اصلا شو همین مردم خیلی میشناسن بعضی یک چی داشت یک نمایی که کودکانه داشت نام چی بود زرگوشک بود بفکرم زرگوش دانو بعد گشتی اومدی همین قطعی تو کام گوجه میرفتم من میگفتم که خدا که من خیلی میشته باشم از گناهات گذاشتن این طرف گذاشتن سلام میکردن یا که میگذاشتن یکی عینقشوی بود که اگه اصلا شو مردم در دل مردم جو گرفتن و مردم مهربانی مردم نسبتش خیلی زیاد شد. همین خسول کار که در آرام هنر اگه اصلا شو زحمت کشیدی خیلی من شما رو تا اندازه میدونم ولی با پرگی نه شما رو آموختن بسیار مشکلی یگم مرتبه کاری جسمانی کدگی هستی هیزم پودوانی پوبیل راستی گپ برادرای دیگه در وقت بچگی میگفتن که این ارکه اولادای و دست دواب نمیزنن. با وجود این مادر کلانم فرمان میداد که اینا قشلاق روان کنین دهات هر ماه باید که یک ماه من مثلا دهقانی یاد گیرم و با آدمگری نزدیک شوم
از مردم دور نشوم گفته منم میگرفتن دهات روان میکردن و بعد رئیسو با زنگ میزدن که همینه چکنین دوستین باید که علف دروا گوچرانی روا بعد همی قشلاق که بچه بسیار جمع میشدن در خرا سوار رو اینا که از رئیس فرمان میگرفتن ده همین اصلا نه چکنین علف دروی یاد بتین که ما باید بالا با حسابات تیم بعد من میرفتم و یه خدا خیلی علف درویده نتونم میزنم این علف درویده نمیشوه دوست تیز یکی علف درویده نمیتونم بعد میگفتم که اکو بچه های قشلاقه بچه کجا بیام بعد میگم همین کمرا نشون بتی همین علف تو چخیل میدروی دست توش یکی میدی ولی نگاه که چخیل میدروی میگرفتن دیگه هیجا درویدم این نمیجاش نقص ایت چخیلای کو ما ایترا بینم کو هر دیت مسابقه کنین کدوم توجه تیز میدروین تا علفوش جمع کردم بگیمون ایوش علف اکی را چخیل میبندین اونا خمچه را دیدی ای بیدو میگرفتن خمچه را دیدی انا این خیل میکنن همه خیل خلاصه میبردم رژیسوری میکردم او 4 درزهی ایما 8 درزه میشید بعد دبری بالای خردم میشنوندن بچه ها گرد اطرافم ده قشلاق ده میدر اومدیم حولی تغم میکشودن ای اصلا اینا بینی چقدر ای بچه ها همه 2 درزدگی و 3 درزدگی این بچه را بینی 8 درزد جمع کرد بیارین چیورا میگذراندم بعد اخیر ده فهمیدنم که ایرا میبریمش همه را کار میفرمونه خودش هم دور تماشا میکنه از روزی که من خودم میشناسم همین نام همین آدم من میشناسم همه گباخینه نه اولی استو ما دروازه همون رو پرو بود دروازه اینا از این طرف بود دروازه با از اون طرف در یک کوچه از خوردی اپای این دوگانه جانی من بود 2 تا اپا داشت هر دوش دوگانه من بودن این اصلا چیک بودم خیلی یک بچه که خرابه که چرتکه که مایده که اصلا لیکن از کودکی همه خیلی بسیار بیگور بود بسیار بیقرار بود ما را بازی کنی نمیموند فقط بازی های ما در خلال میرسون می اومد بازی های ما ویران میکرد برای همون اصلا شو برای من از کودکی مثال همون کودکمون اصلا چیک همونو که می آمدن حتما پدر و مادر مرا مثال فریاد میکردن مهمانداری میکردن و ما همچون یک خیش تبور بودیم با اصلا شوشون همه خیلی نزدیک بودیم و بینید که تقدیر همه خیلی شد و اصلا شو کلان شد و مثال دوگانه من به دوشنبه خواندنی رفت و همه خیلی روز رسید که ما باید که با مثال تقدیر بینید که یک جویا به انستیتوت کینو داخل شدیم هر دویمون اونجا تمام کرده آمدیم بازم تقدیرمون یک جویا در تئاتر لاهوتی مثال ایجادکار کار کردیم انا باز به تئاتر آینه آمدیم رحمت الان سلام استاد بنده در دانشگاه‌های صنعت کشور و بیرون از آن در مکتب‌های بزرگ تحصیل علم کردیم استعداد خود تکمیل دادیم به مبالغه میگویم اون مکتب‌هایی که ما گذاشتیم مکتب شما از اون مکتب‌ها هیچ کمی ندارد و من و ما فخر میکنیم که شاگردان شما هستیم در مکتب شما در روحیه کینو و تئاتر تربیت میگیریم و میگویم استاد اگر نباشد عقل بسر نباشد در باغ زندگانی گرد ثمر نباشد زیه ای مرد هنر ای استادی عزیز من و ما سلامت باشه استاد جان ما فخر میکنیم از شما رحمت در رای بچگیم یک آهو داشتیم
اوهودا هممون تین میپرتوفتیم در اون رشته تین میپرتوفتیم کپیلکا خلاصه کپیلکا چی کردیم امی پرتوفتیم یک وقت معلم میگه که دنیونیک تا نو کن روزنامه را میام خانه ده هیچ کس نیست که یک 15 تین گیرم و روم روزنامه گیرم مجبور شدم که ایامو اوهو وجدانم عذابم میتا یکی مجبورم از همون بعد گرفتم و همین خیلی کردم یک 15 تین گرفتم 15 تین بودم اون روزنامه رفتم خریدم تو همین کار میکردم همین وجدان عذاب میداده ما از همون اوهو پول گرفتم و پدرم نمیدونه کارگر شدم اینستیتوت تمام کردم کارگر شدم تئاتر لوتی ده کار میکنم صاحب یک دو سوم شدم اکو بعد آمدم گفتم پدر اوزر یک 10 سال پیش ما از همون اوهوی شما 15 تین دزدیدگیم برای روزنامه را پدر من بسیار مرد شوخ بود و بسیار شوخ بود گفت همی خیل کردی گفتم گفت در اولادی ما دزد نبود ترا نلاک بستن در کار دفتر روچکه را بیارین بعد دفتر روچکه را آوردم 15 تین پرسنت زد 250 سوم کرد تو 250 سوم قرضدار شدم ده ای اوهو ما همونجا از کیسمون برو آوردیم 250 سوم دادیمش گفتیم که همین دزدی بار ببخش دادرها و خواهرها و جیانا و فرزندای عزیز مهربانم شما امروز مرا گرچندی که من گپ زدم بیشتر نیکی شما من دا الهام دادین شما منو بیدار کردین میخوام که انمی خیلی تبسم در دهانتان باشد همه وقت انمی خیلی سر جمع باشید انمی گوش کنین یک دیگر تا از یک دیگر بهره بگیرین چه خیلی که من امروز از شما بهره گرفتم و شاید که شما هم یک کم ترک لحظت بردین همیشه در راه همین راست خودتان باشین کسبای خودتان دوست دارین شهرت میآید میروه شما همون زحمت و مهنت خودتان دوست دارین من همینم میخوام شما را قدر میکنن عزت میکنن با شرطی که شما همون کسب خودتان در کجایی که نباشید فدایی کسب خودتان باشید همون کسبتان شما با مردم با میگن مهر شما زیاد میکنه